سلام هموطنان گرامی، هر کجای که هستین جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان باشین. من دکتر عبدالجبار مومنیار، متخصص داخلی عمومی و جهاز هضمی هستم. دوستای گرامی، شما برنامه طبیب خانواده را همین لحظه به صورت زنده از رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی افغانستان مشنوین و میبینین. از طریق 96.8 FM میتونین برنامه را همین لحظه بشنوین. دوستای گرامی، طوری که شما آگاهی دارین هوا فوق العاده گرم شده. من توصیه میکنم که در هوای گرم از مایعات کافی استفاده بکنین. استفاده تربوز و خربوزه را فراموش نکنین، چون در ترکیب هر دو به اندازه کافی آب وجود داره. در حدود 80% آب وجود داره و این میتونه آب ضایع شده در طول روز بدن ما را دوباره اعاده کنه. هموطنان گرامی، شما هم میتونین در برنامه اشتراک کرده و مشکلات صحی و طبی تان میتونین مطرح بسازین. شماره ارتباطی ما هست و روی اسکرین های تلویزیون های شما نوشته شده و در کنار از این کسایی که از 96.8 FM صدای ما را میشنوند، شماره ارتباطی ما هست 077 34 36 121 است و شماره دیگه هست 074 72 22 121 است. همین لحظه میتونین تماس بگیرین و شماره واتساپ برنامه هست 074 44 3087 است و در صورتی که تماس شما از اثر ازدحام ترافیک تماس ها وصل نمیشه، من توصیه میکنم که میتونین از طریق شماره واتساپ برنامه پیام بفرستین، معایناتتان بفرستین. همکارای بخش تکنیک ما سوالای شما را و معاینات شما را با ما شریک میسازه. ما بعد از ارزیابی معاینات و سوالات شما برای شما به ترتیب نوبت جواب خواهیم داد. دوستای گرامی، بحث امروز ما راجع به انیمیا یا کمخونی هاست. کمخونی ها چی است؟ اسبابش کدام هاست؟ کدام اعراض و علائم نزد ما و شما پیدا شود که ما بدانیم که مصاب کمخونی شدیم؟ در کنار از این اختلاطاتش چی است؟ یعنی یک فردی که مصاب کمخونی شوه و اگر کمخونی خود تداوی نکنه کدام مشکلات ثانوی نزدشان پیدا میشه؟ سر از این موضوعات بحث میکنیم. چگونه پیشگیری بکنیم و چگونه وقایع بکنیم؟ پروتکل‌های تداوی کدام هاست؟ سر تمام این موارد امروز بحث میکنم. از شما تقاضا میکنم که تا اخیر برنامه را ببینین و بشنوین و من مطمئن هستم که معلومات صحی و طبی شما افزوده میشه. در کنار از اگر شماها مریضای کمخونی ها داشته باشین، مریضی داشته باشین که مصاب کمخونی هست، و شما میتونین با مریضتان در حقیقت کمک بکنین و بدانین که با مریضتان کدام کارهای طبی و صحی را اجرا بکنین. خب دوستای گرامی، کمخونی یا لفظ طبیش به نام انیمیا یاد میشه. یک بحث بسیار کلان است. در کل در صورتی که یک فرد مقدار RBC یا کرویات سرخ خونشان از اندازه نرمال از هر سببی که باشه کاهش پیدا بکنه، این حالت ما به نام کمخونی یا انیمیا یاد میکنیم. و یا در صورتی که مقدار هموگلوبین، مقدار هماتوکریت و مقدار RBC در بدن ما از اندازه نرمال کمتر شوه، اینمی حالت ما به نام کمخونی یاد میکنیم. ما شما در لابلای بحث خود به نام هموگلوبین یک چیز را ما بر شما گفتم. هموگلوبین یک نوع پروتئین است و ای در ترکیب RBC وجود داره و وظیفه هموگلوبین در بدن ما ای است که اکسیژن به از ششها به تمام حجرات بدن انتقال میده و کربن دی اکساید از حجرات خارج میسازه. این وظیفه اساسی هموگلوبین است. هرگاه مقدار هموگلوبین در بدن ما کم شود، مثلا نزد یک تعداد از هموطنان ما وقتی ما پرسان میکنیم بر ما میگه که اندازه خون من 9 گرم است یا 8 گرم است یا 11 گرم است، معنای گپشانی است که مقدار هموگلوبینشان به این اندازه است. از این لحاظ دوستای گرامی، در صورتی که امی هموگلوبین در بدن ما کم شود، بازمو تغذیه حجرات در حقیقت به صورت درست صورت نمیگیره، به حجرات به اندازه کافی اکسیژن نمیرسه و در نتیجه میتونه بعضی مشکلات بر افراد ایجاد شود. خون یک نوع مایعی است که در بدن ما کارهای بسیار حیاتی را اجرا میکنه و در صورتی که خون در بدن ما کم شود، تغذیه حجرات در حقیقت مختل میشه. اکسیژن سپلای یا رساندن اکسیژن به حجرات در حقیقت مختل میشه و در نتیجه بر فرد بعضی امراض و بعضی اعراض و علائم پیدا میشه. در ترکیب خون کرویات سرخ خون وجود داره که ما به نام RBC یا رید بلاد سل یاد میکنیم. در کنار از این کرویات سفید خون وجود داره. کرویات سفید خون وظیفه‌اش است که بدن ما را در مقابل میکروب ها و در مقابل عفونت ها دفاع میکنه. در کنار از این در ترکیب خون پلتلیت ها وجود داره. وظیفه
وظیفه پلتلیت هایی است که از خونریزی دامدار جلوگیری میکنه. مثلا این قسمت از بدن شما دوستای گرامی وقتی زخم پیدا میکنه، خونریزی پیدا میکنه، به صورت اتومات بعد از چند لحظه این خونریزی متوقف ساخته میشه. این کار کی است؟ کار پلتلیت هاست. در صورتی که یک فرد پلتلیت ها یا یک جزئی از خونشان کم باشه، باز هر قسمت از بدنشان وقتی زخم پیدا میکنه، خونریزی پیدا میکنه، باز خونشان استاد نمیشه. معنای گپی است که حتما در خونشان فاکتوری به نام پلتلیت کاهش پیدا کرده، کم شده و این باعث از این شده که فرد با خونریزی دامدار مواجه شود. در کنار از این یک جزء دیگه از خون که ما به نام پلازما یاد میکنیم که به اصطلاح عام به نام قسمت مایع خون یاد میشه و وظیفه این قسمت مایع خون انتقال هورمون هاست، انتقال پروتئین هاست و مواد زایده از بدن اطراح میکنه و میکشه. یعنی در کل هر جزء از خون در صورتی که از اندازه نرمال کاهش پیدا بکنه، کم شوه، این میتونه بعضی مشکلات را بر بدن ما ایجاد بکنه. خب دوستای گرامی، ممکن پیش شما سوال پیدا شود که اسبابی که باعث کمخونی میشه کدام هاست؟ اسباب معمولی که باعث کمخونی ها میشه در صورتی که RBC به اندازه کافی تولید نشه. RBC در کجا تولید میشه؟ یا کرویات سرخ خون در کجا تولید میشه؟ در مغز و استخوان تولید میشه. در صورتی که از اثر آفت‌های متعدد RBC به اندازه کافی در بدن ما تولید نشه، این میتونه یک سببش باشه. اسبابی که باعث کاهش RBC در بدن ما میشه، کسایی که آهن وجودشان کم شوه و یا کسایی که ویتامین B12 در بدنشان کم شوه و یا کسایی که ویتامین B9 یا فولیک اسید در بدنشان کم شوه، این میتونه باعث کاهش تولید RBC در بدن ما شوه یا کرویات سرخ خون در بدن ما به اندازه کافی تولید نمیشه. و یا کسایی که با التهاب‌های مزمن مواجه میشن. مثلا یک فرد است مصاب التهاب مزمن مفاصل شده باشه و یا مصاب التهاب‌های استخوان‌ها شده باشه و یا مصاب عدم کفای گرده ها شده باشه، در کل این میتونه باعث کاهش تولید RBC شود. در کنار از این کسایی که مشکلات مفاصل داشته باشه و کسایی که مصاب سرطان ها باشه، این تمام موارد میتونه باعث کاهش کرویات سرخ خون در بدن ما شود و در نتیجه فرد به طرف کمخونی ها میره. و یا کسایی که مغز و استخوانشان کدام مشکل داشته باشه، یا به شکل ژنتیکی و یا به شکل ارثی، تمام این موارد میتونه باعث کاهش تولید RBC یا کرویات سرخ خون ما شود و در نتیجه فرد مصاب کمخونی ها میشه. سبب دومش میتونه خونریزی ها باشه. مثلا یک فرد است خونریزی خفیف داره، خونریزی خفیف در ناحیه معده ایشان است، خودش خبر نداره اما خونریزی داره، در مواد غایطیشان خون خارج میشه. با مرور زمان، با گذشت زمان احتمال از این موجود است که فرد به طرف کمخونی ها بره. و یا کسایی که بواسیر داشته باشه و یا کسایی که پولیپ های روده ها داشته باشه، این میتونه خونریزی های خفیف را در بدن ما ایجاد بکنه و در صورتی که این خونریزی های خفیف ما شما متوقف نسازیم، دکتر متخصص منبع زور پیدا نکنه، متوقف نسازه، این باز زیاد شده میره و زیاد شده میره، بالاخره فرد به طرف کمخونی ها میره. و یا در صورتی که یک فرد عمل جراحی را اجرا میکنن، در جریان عمل جراحی و یا بعد از عمل جراحی فرد مصاب خونریزی ها میشه و در نتیجه فرد به طرف کمخونی شدید میره که یا میتونه یک سبب کمخونی ها باشه. در کنار از این در بعضی موارد دوستای گرامی، بعضی تروما ها یا ضربه هایی که بالای بدن ما وارد میشه، یا میتونه در بعضی موارد خونریزی ایجاد بکنه. مثلا یک فرد است در ناحیه شکمش ضربه میخوره، در ناحیه دماغش ضربه میخوره، در قسمت های دیگه بدنشان ضربه میخوره، در داخل بدنشان خونریزی واقع میشه که خونریزی رو ما به نام internal bleeding یاد میکنیم. این میتونه با مرور زمان فرد به طرف کمخونی ها ببره. اما یادمانه را در صورتی که مرض تشخیص شوه، اقدامات لازم صورت بگیره، بازی مشکل ایجاد نمیکنه. یک تعداد دوستای ما ممکنه تو فکر بکنه که یک ضربه در ناحیه شکمشان بخوره، این فکر بکنه که حتما خونریزی وجود داره. چی رقم ما این خونریزی های داخل بدن تثبیت میکنیم؟ با واسطه اجرای بعضی معاینات. مثلا یک فرد است ضربه میخوره، تروما میخوره، در ناحیه سر خود از یک بام مفته یا تکر میکنه موترشان، یا در سرشان سنگ میخوره و امثال از او بعضی موارد دیگه در ناحیه سرشان میخوره، در داخل سرشان خونریزی واقع میشه که اینی رو ما به نام internal bleeding یاد میکنیم. و این رو ما چگونه تثبیت میکنیم؟ پروتکل تثبیتیش اجرای بعضی معاینات است. مثلا معاینه CT اسکن یا MRI باید بر مریض اجرا شود، او تثبیت میشه که آیا خونریزی وجود داره یا نداره و اگر خونریزی وجود داره در کدام قسمت بدن، در کدام ساحه از دماغ وجود
وجود داره که نظر به زو باز دکتر متخصص جراحی اعصاب تصمیم میگیره که آیا مریض بر مریض عملیات اجرا بکنه و یا با واسطه تداوی کانزرواتیو یا تداوی ارزی مریض خود خوب بسازه. در کنار از این دوستای گرامی در بعضی موارد میتونه ضربه ها وقتی در ناحیه شکم وارد میشه میتونه خونریزی ها واقع شود در داخل شکم ماها و این ما چگونه تثبیت میکنیم؟ با واسطه اجرای معاینه التراساوند یا معاینه تلویزیونی ما تثبیت میکنیم که در داخل بطن فرد خونریزی وجود داره یا نداره. این سبب دومش شد. سبب سومش میتونه آفتها در تخریب کرویات سرخ خون باشه. یک فرد است کرویات سرخ خون به اندازه کافی تولید میشه، اما این کرویات سرخ خون با مرور زمان تخریب میشه و از بین میره و در نتیجه فرد با کمخونی ها مواجه میشن. مثلا کسایی که یک نوع کمخونی را ما داریم به نام همولایتیک انیمیا که آر بی سی به صورت دامدار تخریب میشه و در بعضی موارد کسایی که با امراض ژنتیکی و ارثی مواجه شده باشند، بعضی امراض ارثی نیز میتونه کرویات سرخ خون از بین ببره و تخریب بسازه. خب دوستای گرامی، در صورتی که یک فرد مصاب کمخونی شوه کدام اعراض و علائم پیش یک فرد پیدا میشه؟ در صورتی که یک فرد امی اعراض را که من ذکر میکنم نزدش پیدا شد، نزدش دریافت شد، معنای گپی است که این فرد نیاز به این داره که یک بار معاینه خون خود باید اجرا بکنه، اندازه خون خود باید تعیین بکنه. خب این کدام اعراض است؟ اعراض عمده که نزد یک فردی که مصاب کمخونی شوه او عبارت است خستگی و کسالت است. مریضا دامدار از خستگی شکایت داره، کسالت داره، بیحالی داره، رنگ پریدگی داره، جلدشان ممکن سفید رنگ شود نسبت به حالت قبلی که داره. میتونه این سفیدی یا رنگ پریدگی میتونه در قسمت های متعدد بدن مشاهده شود، میتونه در دست ها مشاهده شود، در ناحیه صورت میتونه دیده شود. در کنار از این در بعضی موارد وقتی ناحیه چشم مریضا را دکتر صاحب معاینه میکنن، در ناحیه چشم مریضا، در ناحیه پلک ها ما مشاهده کرده میتونیم که خسافت وجود داره که تمامشان دلالت به این میکنه که فرد مصاب کمخونی ها شده. در کنار از این فشار خون مریضا پایین میشه. فشار خون از اندازه نرمال کاهش پیدا میکنه و این هم دلالت به این میکنه که فرد مصاب کمخونی ها شده. در کنار از این میتونه نفس تنگی نزد افراد ایجاد شود، با خصوص در جریان فعالیت فیزیکی. مثلا کارهای روزمره خود اجرا میکنه، یک خانم است در آشپزخانه کار میکنه و در جریان کار کردن برشان نفس تنگی پیدا میشه، و یک فرد است در دفتر کار میکنه، در جریان کار کردن برشان نفس تنگی پیدا میشه که دلالت به این میکنه که ممکن فرد مصاب کمخونی ها شده باشه. در کنار از این تپش قلبشان بیشتر از اندازه نرمال میشه. هرگاه یک فرد با کمخونی مواجه شود میتونه تکان قلبشان از اندازه نرمال بیشتر شود. در صورتی که یک فرد تکان قلبشان از اندازه نرمال بیشتر شود که این حالت ما به نام تاکیکاردیا یاد میکنیم. یکی از اسباب تاکیکاردیا دوستای گرامی میتونه کمخونی ها باشه. در کنار از اینکه اسباب دیگه داره، مثلا یک فرد است پرکاری غده تایروید یا جاغور داره، در ناحیه گلون ما شما یک غده پروانه مانندی وجود داره که ما به نام تایروید یا جاغور یاد میکنیم. در صورتی که این جاغور یا تایروید از اندازه نرمال بیشتر کار بکنه، فعالیتش بیشتر شود که این حالت ما به نام هایپرتایرودیسم یاد میکنیم. در این حالت هم احتمال از این موجود است که تکان قلب از اندازه نرمال بیشتر شود. در کنار از این در بعضی موارد میتونه کسایی که بی‌نظمی های قلبی داشته باشه و یا امراض اندوکراینی دیگه داشته باشه، در این هم میتونه تکان قلب بیشتر میشه. اما کسایی که سنشان 40 سال پایین‌تر باشه و مصاب تکان قلب بیشتر باشه، میتونه فاکتورهایش، یکی از فاکتورهایش میتونه کمخونی باشه. در کنار از اینکه بعضی فاکتورهای دیگه هم وجود داره، مثلا میتونه تشویش باشه، اضطراب باشه، فشارهای روحی و روانی باشه و یا یک فرد وقتی میترسه یا میتونه باعث افزایش تکان قلب شود. اما در صورتی که یک فرد سنش پایان باشه مصاب تکان قلب بیشتر میشه و من توصیه میکنم که حتما شما یک معاینه خون باید شما اجرا بکنین. در کنار از این بعضی اختلالات عصبی میتونه نزد مریضا ایجاد شود، مثلا حافظه‌شان ضعیف میشه، اختلالات عصبی برشان پیدا میشه، خوابشان بی‌کیفیت میشه، دامدار خسته و کسل هستن. در کنار از این در بعضی موارد میتونه مریض به طرف حتی افسردگی بره و کارهای روزمره را که اجرا میکنه، کارهای روزمره را به صورت درست اجرا کرده نمیتونه. یک تماس داریم، تماس جواب میتیم. و علیکم السلام دکتر صاحب، خوب هستی؟ بخیر. تشکر. نامتان از کجا تماس گرفتی؟
بغلان مرکزی دکتر صاحب. نامتان چی است؟ یار محمد. یار محمد. یار محمد جان بفرمایید چی سوال داری؟ دکتر صاحب یک 5 دقیقه جای میگردم نفس تنگی برم یک سر سینه می تو بندش است سینه تنگی پیدا کردیم. خب به گرده پای ما درد میگیره، باز درد از کمر از پای در کمر می بیخید گشتن ما نمیدونم چند شده، نفس تنگی ما زیاد شده. چند سال است یار محمد جان؟ 47. 47 سال هستین. وزنتان چقدر است؟ 93. 93 کیلو هستین. قدتان چقدر است؟ بله. قدت چقدر است؟ ارتفاعت؟ 1.75. 1.75 سانتی است. آیا کدام مریضی دیگه داری؟ نه فضل خدا دیگه مریضی ندارم. چربی خون، فشار بلند خون، شکر، نفس تنگی؟ نه یار کلش معاینه کردیم هیچ چیزی نیست. چربی صرف خون؟ اینم نفس تنگی برای ما پیدا شده. چربی خون و چربی جگر نداری؟ نه کلش چک کردیم، پلو خمری رفتیم کلش چک کردیم. نفس تنگی برادر گرامی چی وقت برات پیدا میشه؟ متوجه شدی؟ بسیار می عرق زیاد میکنم. بله. میگردم عرق زیاد میکنم، عرق سرم میاد. ببین برادر گرامی، کار که میکنم عرق سرم زیاد میاد دیگه میتی. وقت فعالیت فیزیکی اجرا میکنی؟ فشارم بلند میره. باز یگان ما هر روز نه دیگه. ببین برادر گرامی، وقت فشار شما بالا میره یک سببش میتونه نفس تنگی همین ها باشه. در جریان فعالیت فیزیکی نفس تنگیتون یک و 50 شده بود، بعد از دیگه فشار بلند فضل خدا ندیدیم. خب در جریان فعالیت فیزیکی، پیاده روی، در زینا بالا شدن نفس تنگی بر شما پیدا میشه؟ دم رزینه بالا میشیم یک چیز میگردیم به نفس تنگی برای ما پیدا میشه. درست است. دیگه عرق ما زیاد است، بیشتر عرق زیاد میکنم، هیچ کارم نمیکنم عرق زیاد برم میاد. درست است. دیگه چی سوال داری؟ نه زنده و سلامت باشید. تشکر دکتر صاحب. بخیر باشین. شما برنامه را تعقیب کنین، من سوال شما را جواب میدم. دوستای گرامی، شما برنامه طبیب خانواده را به صورت زنده همین لحظه از رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی میبینین و از 96.8 FM به صورت زنده همین لحظه برنامه را مشنوین. اگر شما هم سوالات صحی و طبی داشته باشین میتونین به شماره های ارتباطی ما تماس گرفته و مشکلات صحی و طبی تان میتونین مطرح بسازین. هموطن ما بودن از بغلان مرکزی تماس گرفتن. یار محمد گفتن که نفس تنگی دارم، در کنار از در بعضی موارد کمر درد میشم، زیاد عرق میکنم. وزنشان گفتن که 93 کیلو و قدشان گفتن که 1 متر و 75 سانتی است. ببین برادر گرامی، در صورتی که نزد یک فرد نفس تنگی پیدا میشه، نفس تنگی تنها و تنها در کمخونی پیدا نمیشه، در بعضی امراض دیگه هم پیدا میشه. مثلا یک فرد است مشکلات قلبی داشته باشه، در صورتی که یک فرد مشکل قلبی داشته باشه یا قلبش کلان شده باشه یا بی‌نظم شده باشه که حالت ما به نام کاردیک اریتمیا یاد میکنیم، میتونه دیگه هم نفس تنگی پیدا شه. در کنار از این در بعضی موارد کسایی که وزن بیشتر داشته باشه، افزایش وزن میتونه تاثیر مستقیم بالای نفس تنگی داشته باشه، چون کسایی که وزنشان بیشتر می باشه شکمشان کلان میشه و این بالای ناحیه صدری، ناحیه پلورا فشار وارد میکنه و شش ها به صورت درست انقباض و انبساط کردن نمیتونه، جمع و بسته نمیشه و در نتیجه ممکن برای فرد نفس تنگی پیدا شود. از این لحاظ دوست گرامی، من بر شما توصیه میکنم که وزن شما زیاد است. چیزی که شما بر ما گفتین 93 کیلو و قدتان 1 متر و 75 سانتی است، وزن شما زیاد است. وزنتان کم بسازین. با کاهش وزنتان در کنار از این که نفس تنگی شما خوب میشه، فشار بلند خون شما خوب میشه، در کنار از این خطر امراض دیگی که نزد شما موجود است او برطرف میشه. افزایش وزن دوستای گرامی صحتمندی نیست بلکه مرض است. کسایی که وزن بیشتر داره یا در حقیقت مریض است. اما در صورتی که یک فرد وزن بیشتر داشته باشه و وزن خود کنترل نکنه، باز میتونه بعضی مشکلات نزد فرد ایجاد شود. مثلا
خطر از این موجود است که فشار خون شما بالا بره. در کنار از این چربیای خون نزد شما تاسیس میکنه. در کنار از این در بعضی موارد شما مساعد هستین بر مصاب شدن به شکر و میتونه خدا نخواسته شما مصاب مریضی قلبی شوین، یعنی همون نظم قلبتان خراب میشه. امکان از این موجود است که رگ قلبتان بند شود. دوست گرامی، ما یک اصطلاحی را داریم به نام هایپرلیپیدمیا یا دیسلیپیدمیا ما یاد میکنیم، به این معنی که در صورتی که چربی ها از اندازه نرمال بیشتر شود، این چربی ها در بدن ما چی میکنه؟ در بدن ما رگ ها را تنگ میکنه، رگای بدن ما را تنگ میکنه. در کنار از این در بعضی موارد میتونه بعضی پلک ها یا توتی از شحمیات از امی شحمیات جدا شود و این داخل دوران خون میشه. در صورتی که این پلک یا امی توتی شحم داخل جریان خون شوه و به قلب میره، از قلب ممکن به قسمت های دیگه بدن بره. مثلا اگر به دماغ بره، در دماغ میتونه سبب سکتای مغزی شوه. اگر رگ قلب دوباره بند بسازه، می پلک ها میتونه حمله قلبی را ایجاد بکنه. در کنار از این در بعضی موارد میتونه این پلک ها بره به طرف ناحیه شش ها که در ناحیه شش ها میتونه پلمونری امبولیزم ایجاد بکنه که ما به نام پلمونری ترومبو امبولیزم یاد میکنیم. کیا میتونه خطرناک باشه؟ ای باز از خود 5 کریتریا داره. در بعضی موارد میتونه مریض دفعتاً متاسفانه زندگی خود از دست بده. از این لحاظ دوست گرامی، ما بر شما توصیه میکنم که با ورزش کردن وزنتان کم بسازین. در کنار از این شما چیزی که گفتین بیشتر عرق میکنین، عرق کردن بیشتر این میتونه تاثیر افزایش وزن باشه. در کنار از این در بعضی موارد کسایی که بعضی امراض اندوکراینی داشته باشه، مثلا یک فرد است غده تایرویدش مشکل داره، در یا میتونه عرق کردن بیشتر شود، فشار خون بالا میره و در صورتی که ما شما فشار بلند خون کنترل بکنیم هیچ قابل تشویش نیست. اما در صورتی که فشار خون کنترل نشه، تداوی نشه، ای باز میتونه بعضی مشکلات را ایجاد میکنه. مثلا میتونه سبب سکتای مغزی شود، میتونه دید چشم ما خراب شود، نظم قلب ما برهم میخوره، قلب ما را کلان میسازه. در صورتی که قلب از اندازه نرمالش کلان شود که حالت ما به نام لفت ونتریکل هایپرتروفی یاد میکنیم، در این حالت میتونه بر مریضان نفس تنگی پیدا شود. با مرور زمان بر علاوه ازی که بینظمی قلبی ایجاد میشه، میتونه گرده ها فلج شود، گرده ها فعالیت خود درست اجرا کردن نمیتونه و در نتیجه مشکلات جنسی بر فرد پیدا میشه، مشکلات پاها میتونه نزد فرد ایجاد شود. از این لحاظ من توصیه میکنم که فشار خونتان نیز کنترل بکنین. ممکن منبع نفس تنگی شما فشار بلند خون و افزایش چربی خون باشه. دوستای گرامی، ما در صورتی که تثبیت میکنیم که یک فرد مصاب کمخونی هاست، بر ما چگونه تشخیص میکنیم؟ پروتکل تشخیصی بر کمخونی ها عموما ما از مریض تاریخچه دقیق میگیریم. از مریض باید پرسیده شود به صورت دقیق که اعراض و علائم داره یا نداره. مثلا مریض خستگی داره، مریض کسالت داره، بیحالی داره، نفس تنگی داره، تکان قلبشان بیشتر است، در کنار از این در بعضی موارد کارهای روزمره خود به صورت درست اجرا کرده نمیتونه، فشار خونشان پایین است. این شرح حال مریض است که بر ما میگه و نظر به این باز ما تشخیص خود وضع میکنیم. در کنار از این در معاینه فیزیکی ما دستای مریضا را میبینیم. در حالت نرمال دوستای گرامی در دستای ما خطکای نرمال وجود داره. کسایی که مصاب کمخونی ها میشه، بخصوص مصاب کمخونی نو فقر آهن میشه، میتونه می خطکای طبیعی که در دستای ما شما هست ای از بین بره و این دلالت به این میکنه که فرد با کمخونی مواجه شده. و در کنار از این ناحیه چشمای مریضا وقتی دیده میشه، در ناحیه چشما نیز خسافت قابل مشاهده می باشه و نظر به زمین باز ما تثبیت میکنیم که فرد مصاب کمخونی است. در کنار از این در بعضی موارد ما بر مریض بعضی معاینات توصیه میکنیم. مثلا معاینه‌ای که فوق العاده ضروری و مهم است برای یک فرد که مشکوک به کمخونی باشه و عبارت از معاینه CBC است. در معاینه CBC ما تثبیت میکنیم که اندازه هموگلوبین چقدر است، در کنار از این اندازه RBC چقدر است و اندازه هماتوکریت چقدر است. یعنی اون فاکتورهای خونش مورد ارزیابی قرار میگیره و نظر به باز ما تثبیت میکنیم که فرد مصاب کمخونی شده یا نشده. در کنار از این معاینات ویتامین B12 باید بر مریضا اجرا شود، معاینات فولیک اسید باید بر مریضا اجرا شود. در کنار از این سوی فرتین مریضا باید مورد مشاهده قرار بگیره. در صورتی که مریض مصاب تلاسیمیا یا سایکل سل انیمیا شده باشه، مریض نیاز به اجرای معاینات بون میروس، مغز استخوانش باید مورد ارزیابی قرار بگیره که آیا مغز استخوان به صورت درست کار میکنه یا نمیکنه. چون قبلا ما شما سر از این موضوع بحث کردیم که خون در بدن ما در استخوانات تولید میشه.
در صورتی که مشکل در استخوان باشه یا میتونه باعث کمخونی ها شود. در دوران طفولیت پایینتر از 18 سال عموما تمام استخوان ها خون تولید میکنه، اما کسایی که سنشان از 18 سال بلندتر میشه میتونه در استخوان های طویل بدن ما خون تولید شود و در صورتی که آفت در استخوان ها باشه یا میتونه سبب کمخونی ها میتونه شود. دوستای گرامی، انواع کمخونی ها بسیار زیاد است. مثلا یک شکل از کمخونی است که ما به نام آیرن دفیشنسی یاد میکنیم. شاید ترین نوع کمخونی است. 50% مریضای کمخونی را که ما در کلینیک خود مشاهده میکنیم از نوع آیرن دفیشنسی انمیاست، یعنی آهن در وجود فرد کاهش پیدا کرده از اثر اسباب متعدد. مثلا رژیم غذاییشان درست نیست، جذب آهن مختل شده و یا بعضی مواد مخدر را استفاده کرده. این باعث ازی شده که جذب آهن مختل شده. این باعث ازی میشه که فرد به طرف کمخونی و فقر آهن بره. در کنار از این کسایی که بعد از خوردن غذا دفعتاً چای و قهوه میگیره، یا میتونه باعث مختل شدن جذب آهن شه و در نتیجه فرد مصاب کمخونی ها میشه. دوستای گرامی، شاید شما شاهد بوده باشین یک تعداد از هموطنای ما وقتی نان میخورن دفعتاً بعد از نان خوردن چای نوشیجان میکنن یا قهوه استفاده میکنن که این کار کاملا غلط است. این کار ما شما باید اجرا نکنیم چون میتونه باعث مختل شدن جذب آهن مختل میسازه. آهن به صورت درست جذب نمیشه و در نتیجه فرد با کمخونی ها مواجه میشه. در کنار از این دوستای گرامی، یک شکل دیگه از کمخونی هاست که ما به نام مگالوبلاستیک یاد میکنیم، یعنی ویتامین بی 12 در بدن در صورتی که کم شود از اندازه نرمال یا میتونه باعث کمخونی مگالوبلاستیک یا کمبود ویتامین بی 12 باشه در بدن ما. در کنار از این یک شکل دیگه از کمخونی است که تنها فولیک اسید در بدن کم میشه و یک شکل دیگه از کمخونی هاست که ما به نام هیمولایتیک یاد میکنیم. با واسطه بعضی مواد مضری که در محیط ماست میتونه کرویات سرخ خون تخریب شود، تجزیه میشه و در نتیجه یک نوع کمخونی را ایجاد میکنه که کمخونی را ما به نام هیمولایتیک یاد میکنیم. در کنار از این یک شکل دیگه از کمخونی هاست که ما به نام اپلاستیک یاد میکنیم. یک مریضی ژنتیکی است، یک مریضی ارثی است که مغز و استخوان به صورت دامدار و منظم به صورت درست کرویات سرخ خون تولید نمیکنه و در صورتی که کرویات سرخ خون به اندازه کافی تولید نشه یا میتونه باعث کمخونی ها شود. در کنار از این دوستای گرامی، یک شکل دیگه از کمخونی هاست که ما به نام تلاسیمیا یاد میکنیم که واقعیتش متاسفانه در وطن عزیز ما بیشتر قابل مشاهده است و عموما ما توصیه میکنیم که در اقارب نزدیک شما عروسی نکنین، چون کسایی که مصاب مینور تلاسیمیا ها باشه میتونه مینور جمع مینور مساوی به مجور تلاسیمیا میشه و در نتیجه اطفال گروه از افراد باز متاسفانه مصاب تلاسیمیا میشه و خون به اندازه کافی تولید نمیشه. در مغز استخوان یک مریضی ارثی است. ممکن افرادی که در اقارب نزدیک خود عروسی میکنه، مثلا دختر خاله، بچه کاکا، بچه عمه و امثال از او کسایی که در اقارب نزدیک عروسی میکنه، ممکن نزد پسر و نزد دختر هیچ مشکل نباشه، اما مصاب مینور تلاسیمیا است. در صورتی که مینور تلاسیمیا هر دو طرف باشه، این هر دو مینور جمع مینور مساوی به میجور تلاسیمیا میشه، یعنی تلاسیمیای خرد جمع خرد مساوی به تلاسیمیای کلان که عموما نزد اطفالشان باز با وجود میاد که ما در کلینیک خود شاهد این واقعات بودیم و فعلا مریضای را ما داریم که متاسفانه در اقارب نزدیک خود عروسی کرده و این باعث ازی شده که اولادایشان تا که زنده است دیگه از این دردشان رنج میبره و یکی از مشکلاتی که میتونه این مشکل ایجاد شود و عبارت از عروسی کردن در اقارب نزدیک است. در کنار از این دوستای گرامی، در بعضی موارد میتونه کمخونی ها از اثر امراض مزمن دیگه ایجاد شود. مثلا یک فرد است عدم کفای گرده ها داره یا رینال فیلر داره. دوستای گرامی، شما میفهمین در گرده های ما شما یک هورمون تولید میشه که ما به نام اریتروپویتین یاد میکنیم. در صورتی که یک فرد گردیش به صورت درست کار نکنه، منظم کار نکنه، فعالیتش مختل باشه، این هورمون به اندازه کافی در گرده تولید نمیشه و در صورتی که به اندازه کافی در گرده هورمون اریتروپویتین تولید نشه، این باز باعث از این میشه که مغز و استخوان تنبیه نشه و در نتیجه به اندازه کافی خون تولید نمیشه. در صورتی که خون تولید نشه، در نتیجه افراد مصاب کمخونی ها میشه. در کنار از این کسایی که مصاب سرطان ها میشه، کسایی که مصاب التهاب های مزمن میشه، این گروه از افراد بیشتر در خطر مصاب شدن به کمخونی ها
ها قرار دارن. از این لحاظ دوستای گرامی من توصیه میکنم که کسایی که مصاب کمخونی هاست هرچی عاجلتر باید منبع کمخونی و نوع کمخونیش باید تثبیت شود، باز اقدامات لازمه را باید اجرا بکنه. دوستای گرامی یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره بعد از وقفه دوباره برمیگردیم. اگر شما هم سوالات صحی و طبی داشته باشین میتونین سوالاتتان با شماره های ارتباطی برنامه ما تماس بگیرین و سوالاتتان میتونین مطرح بسازین. یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بازم دوستایی که تازه به برنامه وصل شدن یک سلام خاص تقدیم آنها. دوستای گرامی، شما برنامه طبیب خانواده را به صورت زنده همین لحظه از رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی میبینین و از 96.8 FM میشنوین. من دکتر عبدالجبار مومنیار، متخصص داخلی عمومی و جهاز هضمی هستم. دوستای گرامی، در جریان وقفه یک هموطن ما تماس گرفتن، گفتن که دستایم گرمه، پاهایم سرد میشه، احساس ضعیفی میکنم، در کنار از این تکان قلبشان بیشتر است. وزنشان گفتن که 60 کیلو و قدشان نمیفهمیدن که قدشان چقدر است، سنشان 37 سال است. ببینید خواهر گرامی، کسایی که احساس ضعیفی میکنه، احساس خستگی میکنه، تکان قلبشان بیشتر باشه، در کنار از این در بعضی موارد فشار خون شما کاهش پیدا بکنه، پایان شوه، نفس تنگی بر شما پیدا شوه، خستگی و کسالت داشته باشین، دستایتان سرد شوه و پاهایتان سرد شوه، این دلالت به این میکنه که ممکن خون شما کم باشه. از این لحاظ من توصیه میکنم که شما یک بار معاینه خون را اجرا بکنین. برای خانم ها در طول 3 ماه و 6 ماه ضروری هست که یک بار معاینه خون خود اجرا بکنن. معاینه CBC را باید اجرا بکنن. در معاینه CBC تثبیت میشه که آیا شما ها مصاب کمخونی ها هستین. یعنی عموما نزد خانم ها در صورتی که مقدار هموگلوبین از 12 گرم پر دسی لیتر در صورتی که پایانتر شود، این دلالت به این میکنه که شما ها مصاب کمخونی ها شدین و در صورتی که شما مصاب کمخونی شده باشین، پروتکل‌های تداوی که ما بر شما ارائه میکنیم، اول کوشش میکنیم که ما منبع کمخونی شما را دریافت بکنیم. نزد خانم ها عموما منبعش میتونه عادت ماهانه و قاعدگی منظمی که دارن، این میتونه باعث کمخونی ها شود. در کنار از این رژیم غذایی نادرست و غیر صحی یا میتونه باعث کمخونی ها شود. یک فرد است با میوه حساسیت داره، میوه را استفاده نمیکنه و یا سبزیجات به اندازه کافی استفاده نمیکنن و یا از جگر و گوشت به اندازه کافی استفاده نمیکنن، این میتونه سبب کمخونی ها شود. از این لحاظ خواهر گرامی، ما بر شما توصیه میکنم که از گوشت سرخ به اندازه کافی استفاده بکنین، از ماهی به اندازه کافی استفاده بکنین، از گوشت مرغ به اندازه کافی استفاده بکنین، تخم مرغ و نخود و لوبیا را به اندازه کافی استفاده بکو، مشکلات حتما حل میشه. و یادتان نره که سبزیجات باید به اندازه کافی استفاده بکنین، چون در ترکیب سبزیجات به اندازه کافی ویتامین C وجود داره و میتونه جذب آهن خوبتر بسازه. یک تماس داریم، تماس جواب میتیم. آوریم وارم مهربانی نوم لکم زنم و تماس وله در روزگان ولایت دهراوت ولسوالی. روزگان دهراود ولسوالی. مهربانی فدا محمد. فدا محمد خانه. مهربانی است پختنه لري؟ زمو گرور له روزگان ولایت دهراود ولسوالۍ څخه تماس نیولی، متاسفانه تماس قطع شو. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، کله چې تاسو تماس نیسئ کوشش وکړئ ښه موقعیت غوره کړئ ترڅو ستاسو اواز په سم ډول موږ ته راورسیږي او موږ په سم ډول ستاسو پوښتنه واخیستلی شو. خب دوستای گرامی، در صورتی که یک فرد مصاب کمخونی شود و این کمخونی ها را ما اگر تداوی نکنیم، اقدامات عاجل طبی را اجرا نکنیم، کدام مشکلات ثانوی برای فرد پیدا میشه. این بسیار مهم است. در صورتی که یک فرد مصاب کمخونی ها شود، اگر کمخونی خود کنترل و تداوی نکنه، میتونه سبب مشکلات قلبی شود. مثلا تکان قلب بیش از حد نرمالش میشه. در کنار از این نظم قلب خراب میشه یا کاردیک اریتمیا میتونه نزد فرد ایجاد شود. در کنار از این در بعضی موارد میتونه قلب کلان شود از اندازه نرمالش و همچنان در صورتی که یک فرد مصاب کمخونی ها باشه و کمخونی خود تداوی و کنترل نکنه، میتونه انجینا ازشان ایجاد شود.
درد ناحیه صدری میتونه نزدشان واقع شود دامدار، ناحیه صدریشان درد میکنه که ایره ما به نام خناق صدری یاد میکنیم که میتونه یک سببش کمخونی ها باشه. در کنار از این کسایی که مصاب کمخونی هست و کمخونی هاشان دامدار میمانه، این گروه از افراد در خطر مصاب شدن به حملات قلبی یا سکته های قلبی قرار دارند. دوستای گرامی، سکته های قلبی یک مریضی بسیار خطرناک و کشنده است. تحقیقاتی که اجرا شده نشان میده که در امریکا 50% مریضا قبل از اینکه به شفاخانه برسه در طول راه فوت میکنه. از این لحاظ اندازه وفیات مریضای قلبی در تمام دنیا بیشتر است، زیاد است. من توصیه میکنم که شماهایی که کمخونی دارین هر چی عاجلتر کمخونیتان باید تداوی و کنترل بکنین. ببینید وقتی ما کمخونی ها را کنترل و تداوی میکنیم، پروتکل تداویش بسیار ساده و آسان است. در مرحله اولی ما منبعش پیدا میکنیم، دوم ما رژیم غذایی مریضا را اصلاح میکنیم و سوم در صورتی که نیاز باشه بر مریضا ما سیروم یا دوا میتیم یا گولی بر مریضا توصیه میکنیم که یک از لحاظ اقتصادی یک گزینه بسیار کم داره. اما در صورتی که یک فرد مصاب حملات قلبی میشه یا مصاب سکته قلبی میشه، باز مصرف از او بسیار زیاد میشه. انجیوگرافی باید برشان اجرا شود، انجیوپلاستی باید برشان اجرا شود که تمام مصارف از این در حدود از 2 لک افغانی بیشتر میشه. اگر کمترش می حدود باشه ما مطمئن هستیم که از این قدر زیاد میشه. اما در صورتی که شماهایی که مصاب کمخونی هستین، اگر کمخونیتان تداوی بکنین، کنترل بکنین، هیچ مشکل ایجاد نمیکنه. عموما پروتکل تداوی 3 تا 6 ماست. در بعضی موارد در صورتی که مریض کمخونی شدید داشته باشه، باز ما بر مریضا بلاد ترانسفیوژن توصیه میکنیم، بلاد ترانسفیوژن بر مریضا اجرا میکنیم، مریض ما خوب میشه. خب اختلالات دیگه‌ای که نزد مریضا ایجاد میشه او عبارت است که در جریان بارداری ممکن برای خانم‌های حامله بعضی مشکلات ایجاد شود. مثلا میتونه رشد جنینشان در شکم مادر به تعویق بیفته و مشکل ایجاد بکنه. در کنار از این احتمال از این موجود است که زایمان زودرس نزدشان واقع شود، سقط جنین میتونه نزدشان واقع شود. در بعضی موارد خطر و مرگ و میر مادرها را متاسفانه افزایش میده و در کنار از این خطر از این موجود است که بعد از زایمان احتمال خونریزی نزد مادرها بیشتر می باشه. اما در صورتی که کمخونی ها رو شما کنترل بکنیم، باز تمام این خطرات کاهش پیدا میکنه و کم میشه و هیچ مشکل برای مادر و برای طفلکشان ایجاد نمیکنه. در کنار از این برای طفلک ها میتونه بعضی مشکلات را ایجاد بکنه. مثلا رشد جسمیشان کاهش پیدا میکنه، حافظهشان درست کار نمیکنه، درست درس یاد گرفتن نمیتونه، تمرکز فکریشان خراب است. به هر اندازه‌ای که شما کدشان کار میکنین درس یاد گرفتن نمیتونه. این دلالت به این میکنه که ممکن طفلک شما مصاب کمخونی ها شده باشه و در صورتی که ما کمخونی ها را کنترل تداوی بکنیم، باز هیچ مشکلی بر مریضا ایجاد نمیشه. در کنار از این در بعضی موارد دوستای گرامی، کسایی که با کمخونی نو فقر آهن مواجه میشن، در کمخونی نو فقر آهن در وجود در صورتی که کاهش پیدا بکنه، میتونه بعضی بی‌نظمی های قلبی میتونه نزد مریضا ایجاد شود، میتونه تکان قلب بیشتر شود. در کنار از این خسافت جلدی، بی‌اشتهایی و بی‌حالی ممکن نزد مریضا ایجاد شود. در صورتی که یک فرد با کمبود ویتامین B12 مواجه شده باشه، میتونه احساس گزگز کردن در دستها و پاهای مریضا احساس شود. میتونه بعضی مشکلات عصبی ایجاد شود که دوباره قابل ارجاع نیست و میتونه مشکلات ایجاد بکنه. در کنار از این در صورتی که یک فرد مصاب تلاسیمیا شده باشه که یک مریضی ژنتیکی و ارثی است، در این حالت میتونه شکل ظاهری استخوان‌ها تغییر بکنه، سوی شکل استخوان‌ها میتونه نزد مریضا ایجاد شود و در صورتی که یک فرد مصاب همولایتیک انیمیا شده باشه، میتونه تحالشان کلان شود، میتونه جایندس یا زردی نزدشان تحسس بکنه. از این لحاظ دوستای گرامی من توصیه میکنم کسایی که مصاب کمخونی هست، من توصیه میکنم که هر چی عاجل‌تر باید کمخونی خود تداوی و کنترل بکنه. یک تماس داریم، تماس جواب میتیم. بله بفرمایید. بله مشتم. نامتان از کجا تماس گرفتی برادر گرامی؟ تکلیف داشتم امیر. نام زلمه است از کندوز. زلمه از کندوز. زلمه است از کندوز تماس گرفتم. درست است زلمه جان، بفرمایید چی سوال داری؟ تکلیف من میسم طرف قلب چپ درد میکنه، از یک ذره بدردم توزیش میکنه، من تو داشتن نمیتونم به خاطر از این یاد معلومات گرفتم. برنامه تان سعی کردیم باز آمدن نمیتونم طرفای کابل از معلومات بدیم. نامتان چی است برادر گرامی؟ من زلمه گفتین. چند سال هستین؟ 62 هستین. کدام مریضی دیگه داری؟ دیگه فشار کمه که فشار چیز دارم بالا دارم، دیگه سرم گرم نه،
دیگه شکرم هم صحیح است و دیگه چربی خونم هم صحیح است. یعنی معاینات کردیم. وزن و قدتان چقدر گفتین؟ قد خو دکتر ته بولم قد یا نمیفهم چند باشم وزن معلوم است. چند سال هستین گفتین؟ 60. وزن چقدر است؟ نه والا وزن ما 80 است 81. 81 کیلو هستین؟ خب بدون فشار بلند خون دیگه کدام مشکل خون نداری؟ فشار یگان دفعه دکتر فشار ما از چیز میشه 80 به 140 یگان دفعه با 100 به 160 نه این رقم یگان دفعه بخیر خوب میشه یگان دفعه بالا میشه. تشویشی هستی؟ تشویش میکنی؟ نه مشکل نداریم. تشویش میکنی؟ تشویش بله تشویش هست تشویش زندگی بسیار دارم. ببینین این طرف چپتان که درد میکنه این درد منتشر میشه به دست چپتان به دو انگشت انسیتان سرم درد نمیکنه. قبلا خوب بود مال یک قدم که میرم ام طرف چپ ما طرف قلب سوزش میکنه اما یک درد نه باز گولی را داده اما زیر زبان که میگیرم با درد اعلام میکنه درد قفسه. بله سیکو این قسمت ناحیه چپتان که درد میکنه درد منتشر میشه به دو انگشت انسی یا اینی دو دانه انگشتتان انتشار پیدا میکنه از این طرف به این طرف میه؟ چرا؟ چی؟ امی درد ناحیه قلبی تان امی قسمت ناحیه سینه تان که درد میکنه آیا این درد منتشر میشه میره به طرف شانه دست چپ و دو انگشت اینی دو انگشتتان میره نه؟ بله نه دست ما صحیح کار میکنه. درست است. شما برنامه را تعقیب بکنین من سوال شما را جواب میدم. خب دوستای گرامی هموطن ما زلمه بودن گفتن که طرف چپ ناحیه صدریشان سوزش میکنه درد داره و گفتن که تاریخچه سابقه فشار بلند خون نیز داره. ببینید برادر گرامی نظر به راپوری که ما شما گرفتیم و نظر به معنی فیزیکی که ما حدس مایی شد که ممکن شما مشکل قلب داشته باشین. مشکلات قلب میتونه متعدد باشه اما یکی از مشکلاتش در صورتی که به عضله قلبی به اندازه کافی خون نرسه این حالت ما به نام اما یاد میکنیم یا به نام اسکیمیای قلبی یاد میکنیم. در صورتی که شما بعضی انزایم‌های قلبی را اجرا بکنین معاینات خون را اجرا بکنین در او تثبیت شود که امو انزایم‌های قلبی مثبت است دلالت به اما میکنه. در غیر از او میتونه انجینای گذری باشه. من توصیه میکنم که یک بار معاینه ECG یا گراف قلبتان بگیرین. بعد از اجرای معاینه گراف قلب این تثبیت میشه که شماها مصاب مشکلات قلبی هستین یا نیستین و بعد از او باز معاینه ایکوکاردیوگرافی یا معاینه تلویزیونی قلب باید بر شما اجرا شود. او تثبیت میشه که شماهایی که مصاب اعراض قلبی هستین آیا مشکلات قلبی دارین یا ندارین. ببینین انجینای قلبی یا ایمای چی است. ببینین دوستای گرامی در صورتی که یک فرد وزن بیشتر داشته باشه و یا فشار بلند خون داشته باشه و یا سیگرت، نسوار، قیلون و مواد مخدر در کل استفاده میکنن این میتونه سبب بعضی بی‌نظمی های قلبی شود. در کنار از این در بعضی موارد افزایش سن میتونه در به وجود آوردن مشکلات قلبی رول داشته باشه. نظر به گپایی که شما گفتین که دکتر صاحب مربوطه بر شما دوای را توصیه کردن که در جریان درد کردن وقت تو زیر زبانت میمونی مشکلتان حل میشه. حدسمایی است که این دوا نایتروگلیسرین است و میتونه باعث کاهش درد شود. لازم هر چی عاجلتر معاینه ECG و یک معاینه ایکوکاردیوگرافی را اجرا کو که خدا نخواسته که اگر قلبت بند شده باشه بازی زیاد میشه باز مشکلت زیاد میشه. یک تماس دیگر هم جواب میتیم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم دکتر. و علیکم سلام. محمد سلیم از غور به شما زحمت. محمد سلیم از کجا؟ از ولایت غور. از ولایت زیبای غور. بفرمایید محمد سلیم جان چی سوال داری؟ سوال من نیست دکتر صاحب تکلیف شکرم دارم جوابشم سرم به چرخ ندارم راه که برم مگر یک نفر مرا دستم بگیره و بغلم بگیره و باشم یک فشار من دایم وقت پایان است. هرین چیزی هم خوردم نمیکنم. خب فشارتان چند می باشه برادر گرامی؟ فشار من در 90 هم هست 80 هم میاد تو فشارم پایان.
نه امی فشار مثلا 120 بر 80 ما میگیم، شما چند بر چند می باشه؟ همیشه وقت گفتم 100 یا 90 بر 80. خب یعنی فشارتان پایان میشه، بالا نمیشه؟ نه پایان است. تکلیف شکرم داره. خب بسیار ضعیف کرده مرا. 185 است دیگه. نه وزن من تو که میگردم شیمه و حرکت نیست جانم. وزنتان چقدر گفتیم برادر گرامی؟ وزن 51 زیاد نیست. دکترها معاینه کردم گفت که کم خون است. یک از خونم گرفت، گفتنان خون تکمیل شده. بعد از آموزش بازم شما هستم که راه میرم تو حرکت ندارم. بعضی وقتا نه. چند سال هستی برادر گرامی؟ 45 سال است. 45 ساله. بار آخری که شکرتان معاینه کردین چند بوده؟ شکرم 270. 270 با شکم گرسنه؟ بله شکم گرسنه. این چی استفاده؟ 10 اینویت از طرف استفاده میکنم، 7 اینویت از طرف شو. درست است. دیگه چی سوال داری؟ نه خیر بین شکر. برنامه را تعقیب کو، ما به شکل تخصصی سوال شما را جواب میتیم. هموطن گرامی زنده باشین. برادر ما بودن محمد سلیم از ولایت زیبای غور تماس گرفتن، گفتن که شکر دارم، بیحالی دارم، خستگی و کسالت دارم، احساس ضعف دارم و وزنشان هم کم شده. نظر به قدشان گفتن که 1 متر و 85 سانتی قدشان است و 51 کیلوگرم وزنشان است. در کنار از این سنشان هم گفتن که 45 ساله است. شکرشان که با شکم گرسنه معاینه شده 270 میلی گرم پر دسی لیتر است و انسولین 10 یونت و 7 یونت میگیره. ببین برادر گرامی، نظر به راپوری که شما بر ما دادین، شکر شما هیچ کنترل نیست. اگر شکر خون خود کنترل نکنی، خطر از این موجود است که شما مصاب حملات قلبی شوین، مصاب مشکلات عدم کفای گرده ها شوین، مشکلات جنسی بر شما پیدا میشه، تمایلات جنسی شما مکمل صفر میشه و در کنار از این پاهای شما زخم پیدا میکنه، توانتان کاهش پیدا میکنه. تمام این موارد از اثر کنترل نکردن مرض شکر پیدا میشه. حالا همه انسان ها شکر داره. در صورتی که ماها شکر خون خود کنترل نکنیم، بازی مشکلات بر ما شما پیدا میشه، بر شماها پیدا میشه. اما در صورتی که شکر خونت کنترل کنی، تمام این موارد کنترل میشه و هیچ مشکل بر شما ایجاد نمیشه. دوست گرامی، انسولین را که شما استفاده میکنین، اول می دوز انسولین را که شما استفاده میکنین درست نیست. ما انسولین را وقتی بر مریض خود توصیه میکنیم، انسولین ها انواع متعدد داره که شارت اکتینگ است، تاثیرات کوتاه داره، متوسط داره و لانگ اکتینگ است، یعنی تاثیرات طولانی داره. نوعیت انسولین شما باید تثبیت شود. از طرف صبح به هر اندازه‌ای که شما میگیرین، شب باید نصف از او را بگیرین، به خاطر از اینکه در بعضی موارد دوست گرامی از طرف شب گلوکوز یا شکر شما بسیار پایین میاد، سقوط میکنه که این حالت ما به نام هایپوگلایسمی یاد میکنیم و این میتونه خطرناک باشه و حتی میتونه کشنده باشه. از این لحاظ من توصیه میکنم که شما دوز انسولین تان درست کنین. این درست نیست. یک مسئله دوم، شکر خون شما 270 با شکم گرسنه است. این بسیار بلند است. شکر خون شما با شکم گرسنه باید از 126 میلی گرم پر دسی لیتر باید بیشتر نباشه. اگر بیشتر از این باشه، یک فردی که مریضی شکر داشته باشه، اگر مقدار گلوکوز خونشان با شکم گرسنه از 127 میلی گرم پر دسی لیتر در صورتی که بیشتر شه، معنای گپی است که شکر خون شما کنترل نیست و شما اسبابی که سبب عدم کنترل شکر خون شما شده او را باید دریافت بکنین، پیدا بکنین و ما مطمئن هستیم که مشکلتان حل میشه. ببینین چرا مریضای شکر خونشان کنترل نمیشه. این بسیار مهم است. سوال شما برادر گرامی دی خوبتر و تخصصی‌تر جواب داده میشه. کسایی که شکر خونشان کنترل نیست، یکی که شما پرهیز نمیکنین. مریضای شکر عموما فطرتشان طوری است که یک تعدادشان که پرهیز نمیکنن. بارها مریضا پیش ما مراجعه میکنن، ما باش پرهیز و تقسیم اوقات جور میکنم. مریض از امو پروتکلی که ما برشان طی میکنیم، تقسیم اوقاتی که جور میکنیم، مطابق از او عمل نمیکنه، یعنی بدپرهیزی میکنه. گلوکوز میخوره، شحمیات بیشتر استفاده میکنه که هر دو میتونه
باعث عدم کنترل شکر شد. یک مسئله دوم، در پروتکل تداوی مریضای شکر ما اورال هایپرگلایسیمیک دراگ داریم. به این معنی که از طریق دهن بر مریضا ما گولی ها میتیم. گولی ها با چند گروپ داره، هر گروپ دوایی از خود انواع دیگه داره. حالا این مربوط یک دکتر متخصص داخله میشه که این تنظیم بکنه که کدام گروپ انتخاب بکنه و چی وقت دوا را کمبینیشن کنه یا ترکیبی بده. مثلا شما گولی کپسول یا دوای شکر یک دانه استفاده میکنید، در ترکیب از دو گروپ دوایی است. این کار دکتر متخصص است که تنظیم بکنه دوایتان. اگر با رژیم غذایی و با اورال هایپرگلایسیمیک دراگ مریض کنترل شد شکرش، ضرورت به هیچ چیز دیگه نداره. اما اگر با این دو پروتکل شکر مریض کنترل نمیشه، باز در مرحله سوم ما بر مریض انسولین توصیه میکنیم. انسولین با دوزهای متعدد انتخاب میشه، با یونیت های متعدد انتخاب میشه. حالا انسولین دوز را که شما انتخاب کردین و شکر شما کنترل نشده، معنای گپی است که شما نیاز به این دارین که دوز انسولین یا یونیت انسولین زیاد بسازین. با مشوره دکتر متخصص خودسرانه تغییر ندین که در بعضی موارد میتونه مشکلات ایجاد بکنه. ما وقتی یونیت انسولین بر مریضای شکر انتخاب میکنیم، مطابق وزن مریض، مطابق جنس مریض، مطابق قد مریض، مطابق نژاد مریض، مطابق امراض دموی دیگه که داره، مطابق از این ما دوز انسولین تنظیم میکنیم. از این لحاظ هموطن گرامی منظم ورزش بکنین، روزانه حداقل 30 دقیقه ورزش بکنین. بهترین ورزش کردن برای شما پیاده روی و دویدن است. در جریان دویدن، در جریان پیاده روی، در غده پنکریاس به اندازه کافی انسولین تولید میشه و در صورتی که به اندازه کافی انسولین تولید شود، این میتونه شکر خون شما را کنترل بکنه. در کنار از این شحمیات و گلوکوز یا شیرینی بابا در کل بند بسازین. تشویشتان کم بسازین، چون افزایش فشارهای روحی و روانی، تشویش کردن انتانات، این میتونه شکر خون بلند ببره. در کنار از این شما نیاز به این دارین، اگر گردای شما مشکل نداشته باشه، قلب شما مشکل نداشته باشه، نیاز به این دارین که بر علاوه ازی که انسولین میگیرین، ما توصیه میکنم که با یک دکتر متخصص داخله مشوره بکنین. در نزدیک خانه تان هر جایی که هستین، بر علاوه ازی که بر شما انسولین توصیه میشه، اگر گولی های شکر هم توصیه شود، ما مطمئن هستم که شکر خون شما کنترل و تداوی میشه. و جز سوال دوم شما که فشار خون شما پایین است، ببینید دوست گرامی، کسایی که مصاب مریضی شکر میشه، بعضی ویتامین‌ها و منرال‌ها در بدنشان کم میشه. در صورتی که ویتامین‌ها در بدن از اندازه نرمال کم شود، کاهش پیدا بکنه، یا میتونه باعث کاهش فشار خون شود. یعنی تغذیه تان باید درست بسازین. با درست ساختن تغذیه فشار خون شما نرمال میشه و بعد از او پایان نمیشه. خب هموطن ما سوال دیگه هم داشتن که همکارای بخش تکنیک ما سوال که ما شریک کردن. خواهر ما سوال کردن، گفتن که بدنشان لرزه داره، عرق سرد میکنه و درد و سوزش معده نیز داره، امراض دیگه نداره، کمخون هم نیست. ببینین خواهر گرامی، کسایی که بیشتر عرق میکنن و سوزش معده داره، یکی فعلا هوا گرم است. در هوای گرم عرق یک پروسیجر فیزیولوژیک و طبیعی بدن ماست که یک فرد باید عرق بکنه. در کنار از این وزن شما حد سمایی است که زیاد است. 55 کیلو شما ذکر کردین و 35 سال عمر دارین. حد سمایی است که وزن شما زیاد است. من توصیه میکنم که وزنتان را کنترل بسازین. در کنار از این منظم ورزش بکنین. اگر با این پروتکل مشکلتان حل شد، خوب. اگر حل نشد، من توصیه میکنم که یک بار معاینه هورمونی تایروید یا جاغورتان معاینه کنین، چون در بعضی موارد دوستای گرامی، کسایی که وزنشان از اندازه نرمال بیشتر میشه، این گروه از افراد بیشتر از اثر امراض اندوکراینی میتونه وزنشان بیشتر شود. و یا کسایی که خانمایی که سیست های اووری داره، سیست های تخمدان داره، این میتونه باعث افزایش وزن شود. از این لحاظ مشکلتان خواهر گرامی با این پروتکل حل میشه. و گفتین که سوزش معده دارین. سوزش معده یا تیزاب معده وقتی زیاد میشه، میتونه آفت های متعدد نزد یک فرد ایجاد شود. کسایی که اچ پایلوری یا میکروب معده داشته باشه، یا کسایی که از غذاهای سرخ شده استفاده میکنن، و یا کسایی که دواهای ضد درد بیشتر استفاده میکنن، این گروه از افراد بیشتر در خطر مصاب شدن به سوزش معده و درد معده قرار دارن. از این لحاظ غذای سرخ شده را متوقف بسازین. دواهای ضد درد مانند دکلوفوناک، مانند نپروکسین، سیلوکوکزب، دواها را متوقف بسازین. در کنار از این تشویش نکنین. اگر اچ پایلوری یا میکروب معده داشته باشین، این را کنترل
کنترل بکنین، سوزش معده‌تان خوب میشه، پرخوری نکنین، نوشابه گازدار استفاده نکنین، مشکلاتتان حتما حل میشه. خب دوستای گرامی، در صورتی که یک فرد مصاب کمخونی ها شود، ما این کمخونی ها را چگونه پیشگیری بکنیم؟ پروتکل پیشگیری دوستای گرامی، رژیم غذایی مریضا را باید اصلاح بسازیم، تغذیه مریضا باید درست شود، از گوشت به اندازه کافی استفاده شود، از گوشت سرخ به اندازه کافی استفاده شود، از ماهی، از گوشت مرغ به اندازه کافی استفاده شود، از لوبیا، از نخود، از سبزیجات، از جگر به اندازه کافی استفاده شود. این میتونه در پیشگیری کمخونی که ما کمک بکنه. در کنار از این استعمال سبزیجات باید فراموش نکنیم، استعمال ویتامین سی را باید فراموش نکنیم، چون در ترکیب ویتامین سی وقتی ما شما به اندازه کافی میگیریم، این میتونه جذب آهن خوبتر بسازه و کسایی که با کمبود فقر آهن مواجه میشن یا مثلا آیرن دفیشنسی انیمیا میشه، با این پروتکل اکثرا خوب میشه. در کنار از این وقتی ما شما چای و قهوه استفاده میکنیم، بین نوشیدن چای و قهوه و خوردن غذا حداقل 2 ساعت باید وقفه باشه. کسایی که وقفه نمیگیرن میتونه غذایی را که استفاده کردن، مثلا از گوشت، از تخم، از لبنیات استفاده کرده، دفعتا چای میخوره، دفعتا قهوه استفاده میکنن، این میتونه جذب آهن مختل بسازه و فرد به طرف کمخونی و فقر آهن میره. پروتکل‌های تداوی که ما بر مریضایی که مصاب کمخونی ها میشه، پروتکل‌های تداوی را که میگیریم، پروتکل‌های تداوی دوستای گرامی طور است که ما کوشش میکنیم سبب کمخونی را دریافت بکنیم که سبب کمخونی چی است. بر علاوه از که ما سبب دریافت کردیم، رژیم غذایی مریضا را اصلاح میکنیم. در بعضی موارد در صورتی که کمخونی شدید باشه، مریض نیاز به این داره که پیچکاری‌های خون بگیره و مریض نیاز به این داره که بلاد ترانسفیوژن یا خون بر مریضا تطبیق شود. دوستای گرامی، این بود برنامه امروزی که تقدیم شما کردیم با همکارای تکنیک ما. تا برنامه بعد شما را به خداوند بزرگ میسپارم. هر کجایی که هستین جور و صحتمند باشین و از گزند روزگار در امان.